آلایندگی‌ها در فاصله 1 متری وای میستن، معمولا سنگین‌ترن. آلایندگی‌های اصلی مثل CO 1 متر رو کی تنفس میکنه؟ بچه‌ها دارن 2 برابر بزرگترها در تهران، در تبریز، در اصفهان و حتی در شهری مثل بابل 2 برابر بزرگترها دارن کثافت ماشینا رو تحمل میکنن. بچه‌ها نیمه عمرشون از بزرگترها حتما کمتر خواهد بود به خاطر این آلایندگی که آقای میرسلیم داره ازش دفاع میکنه. آلایندگی تهران در بخش شمالی CO و در بخش جنوبی اوزونه. اوزون عامل سرطانه، CO عامل سکته است. پس چقدر خوب تقسیم شده، عادلانه. شمال شهری‌ها میتونن سکته کنن، جنوب شهری‌ها میتونن سرطان بگیرن. مسئولش کیه؟ آن کسانی که تو توییتر دارن در مورد حجاب بحث میکنن، آن کسانی که دغدغه‌شون اینه که تتلو الان قرار اعدام بشه یا قرار رسیدگی بشه، عفو بشه. به تو چه؟ تو باید بیای توضیح بدی این شهر کثافت رو چرا اینجوری دارید اداره میکنی؟ چرا اجازه ندادی نقلیه خوب وارد شهر بشه؟ چرا اجازه ندادی یه ماشین خوب وارد کشور بشه؟ چرا اجازه ندادی قواعد به نفع مستاجر تو تهران تغییر کنه، تو استان‌ها تغییر کنه؟ چرا اجازه ندادی تو کمیسیون عمران مجلس قواعد اساسی به نفع رفع آلودگی هوا، به نفع حمل و نقل ترافیک، به نفع کاهش فشار روی مستاجر، به نفع از بین بردن مافیای بانکی تصویب بشه؟ تو مسئول اینایی؟ کی گفته تو مسئول توییتری؟ من نمیدونم. چرا مسئولین کشور هم مسئول فرهنگی هستن؟ چون میشه جنجال ساخت تو فرهنگ، میشه حواسو پرت کرد، میشه یه تتلو آورد کل دعوای آلودگی هوایی که تهران طی این ماه 3000 کشته داده رو مالید. میشه این کارو کرد، مردم هم میدونن دنبالش.